سلام دوستان، میخوام یه پلیلیست جدید توی کانال یوتیوبم براتون بذارم که اون زندگی روزمره در آلمان هست، اطلاعات روزمره در مورد مدارس، در مورد گواهینامه گرفتن، یه اطلاعات دم دستی که شما زمانی که بیاد وارد آلمان میشید برای زندگی در آلمان چه چیزهایی براتون مهمه و این اطلاعات رو در دسترستون قرار میدم تا اونجا که بتونم که به دردتون بخوره و عنوان معروف براتون کارایی داشته باشه. یکی از موضوعات مهم تو آلمان گواهینامه است. کما اینکه آلمان یه سیستم حمل و نقل بسیار بسیار قوی و دقیقی داره که شامل اتوبوس‌ها، قطارها و اینها میشه، شما حتما به یک خودرو نیاز دارید. اگر مجرد باشید خب بله میتونید با اتوبوس و قطار این برابر برید، ولی اگر خانواده باشید به دلیل آب و هوای نامساعدی که در بیشتر اوقات سال در آلمان هست، شما حتما نیاز دارید که گواهینامه بگیرید و یه خودرویی داشته باشید. اونایی که این مقدار قدیمی‌تر هستن و جا افتادن، بچه‌های اینها میتونن زودتر گواهینامه بگیرن. قاعدتاً تو آلمان هم مثل همه جای دنیا از 18 سالگی گواهینامه میگیرن، ولی یه امکانی سیستم راهنمای رانندگی در آلمان داره، حالا به فارسی دارم براتون میگم، که بچه‌هایی که حتی 15 سال هم هستن میتونن گواهینامه بگیرن به نام گواهینامه AM. اونایی که بالغ هستن، بالای 18 سال میگیرن گواهینامه B میگیرن. بچه‌هایی که 15 سال تمام هستن، از 15 سال تمام میتونن یه گواهینامه‌ای رو شرکت بکنن بگیرن به نام گواهینامه AM که باهاش البته نمیتونن ماشینای معمولی مثل ما سوار بشن، ولی ماشین‌هایی هست که سرعت حد اکثر سرعتی که میرن پایینه، میتونن این ماشین‌ها رو داشته باشن. یکی از همین ماشین‌ها مال شرکت آیکسام فکر می‌کنم، بله آیکسام هست که عادتاً باید چینی باشه. اینا خودروهای 2 سیلندر هستن که بچه‌ها با 15 سال میتونن اینا رو باشون رانندگی رو انجام بدن. این شرکت الان جای نمایندگی مازدا این ماشین آورده و این ماشین خیلی کوچیکی، تقریبا 2 نفره‌ایه، میتونید سگتون هم بندازید اون عقبش بشینه. البته بنزینی داره، باور کردنی نیست، دیزل داره و حتی برقی. میتونید از نزدیک ببینیم. حتی از ماشینای کوچیکی که کلاس B هستن در واقع، از جامعه بزرگ هم نیستن، حتی از اونها هم کوچیک‌تره، در واقع مینی کار هستن. میتونید دوستان اینا رو ببینید من نزدیک. این یکیشه، کراس اووره، هم بنزینیه هم برقیه. البته قیمتش هم اصلا پایین نیست، هیچ قیمت باور کردنی نیست. این ماشین 48 سیپاپه، 24,000 یورو هم قیمتشه. چند زده؟ ماکسیموم سرعت 80 کیلومتر در ساعت. من بازم بعید میدونم 80 تا هم بره. احتمالاً برای این ماشین قفلش میکنم رو 40-50 کیلومتر در ساعت هم بیشتر نمیذارم بره. بعد یه مدل از همین ماشین هست، اینجا ماشین کاره، در واقع کاربریه، میشه باش کارم کرد. بچه‌ها یه موضوع جالب، پمپ بنزین های آلمان هستن. شرکت های مختلفی اینجا محصولات مختلف سوختی رو برای خودروها میفروشن. تو ردیف بالاشون معمولا همشون این تابلوهای الکترونیکی رو اون بالا دارن. ساعتی قیمت ها میتونه تغییر بکنه، حتی ظرف 1 ساعت میتونه چند بار تغییر بکنه، چون قیمت مواد سوختی تو دنیا تو بورس انرژی هست. الان مثلا در قسمت بالای پمپ بنزین شل، دیزل یا همون گازوئیل هر لیتر 1.63 یورو و 9
سنته، یعنی 9 دهم سنت، که البته 9 دهم سنت وجود نداره، منتها تو آلمان این موضوع هست. اون 9 دهم هم حساب میشه، شما اگه صرفیت بزنی خب تفاوت چند سنت میشه. و بنزین معمولی که مثل ایران ما نداریم، اینجا کلا بنزین سوپر هست و یه مدل دیگه بنزین سوپر با کیفیت تر هست. سوپر معمولی ما بنزین سوپر E10 هست. E10 در واقع به معنای اینه که 10% از حجم این بنزین با الکل اتانول پر شده، یعنی یه مقدار محصولات بیو داخلش هست، یعنی از ریشه گیاهی، همش شیمیایی نیست، یعنی از ریشه خود نفت نیست. و البته در پمپ بنزین شل یه مدل دیزلی هم هست که بهش میگن سوپر پاور، برای موتورهای دیزل هست که معمولا برای کسانی که وضع مالیشون بهتر و ماشین‌های دیزل دارن از این مدل گازوئیل سوپر هم استفاده میکنن. البته الان که ماه یونی در سال 2024 هستیم، یعنی روز اول یونی 2024، بعضی از پمپ بنزین ها در آلمان یک تانک رو هم برای فروش روغن بازیافتی از رستوران های فست فود مثل مکدونالد یا KFC اونا دارن که اون روغن رو تصفیه میکنن و به عنوان سوخت خودرو میفروشن، که من طبق چیزی که شنیدم 20% گرونتره. حالا اگر یکی از پمپ بنزین ها اینو داشته باشه، من فیلمشو باز میگیرم براتون، یا تو کانال یوتیوب یا تو کانال اینستاگراممون میذارم تا ببینید. با روغن بهش میگن ریتن اول، روغن پسماند در واقع رستوران های فست فوده. معمولا هم قاعدتا باید به ماشین های دیزل زده بشه. من نمیدونم، باید اینو باز از پمپ بنزینش سوال بکنم. اولین اطلاعاتی که بگیرم حتما یه ویدیو کوچیکم براش میسازم بهتون میگم که برای چه ماشین های مصرف میشه. قیمتش هم ظاهرا از بنزین از دیزل معمولی اون مقدار گرونتره. نمیدونم چه تأثیری رو موتور خود رو میذاره، ولی خب حتما یه تستایی انجام شده و میگم که محیط زیست میخوان یه جورایی محافظت کنه ازش. گفتیم که با گواهینامه AM بچه‌ها از 15 سالگی میتونن با ماشین سبک رانندگی بکنن. البته این قانون از سال 2021 توسط دولت فدرال آلمان تصویب شد که یه باری از دوش والدین بردارن بچه‌ها 15 سالگی هم بتونن با ماشین‌های سبک رانندگی کنن. البته یه محدودیتایی هم داره، مثلا این بچه‌ها سرعت 45 کیلومتر در ساعت بیشتر نمیتونن برن، اجازه ندارن و به همین دلیل در این اتوبان که سرعت آزاد هست مطلقاً نمیتونن رانندگی کنن. در خارج از کشور مطلقاً نمیتونن رانندگی بکنن و البته میتونن با والدین یا بدون والدین در سطح شهر رانندگی بکنن و به تجربه رانندگیشون اضافه بکنن تا بتونن به موقعش که 18 سالشون شد گواهینامه ب بگیرن که مثل همه آدم‌های بالغ بتونن در اتوبان یا در خارج از کشور هم رانندگی بکنن. بچه تمام شهرهای آلمان، مثلا شهرک‌های کوچیک‌تر، یه جاده‌هایی از حاشیه شهر به هر طرف شما هر جاش که زندگی می‌کنی یه جاده‌هایی هست که به مزارعی ختم میشه. معمولا در کنار جاده‌های اصلی که خروجی شهر هستن یا جاده‌های فرعی، اینا یک راه برای دوچرخه گذاشتن یا پیاده روی یا دویدن. با کلی هزینه من اینجا رو دیدم که 1 سال گذشته هزینه کردم، با کلی هزینه
اینجا رو کندن، زیرسازی کردن و آسفالت بسیار تمیز اینجا انجام دادن که شما بتونید قشنگ بدوید، دوچرخه سواری بکنید و این از مزیت‌های کشور آلمانه. الان که یه روز بارونیه شما لذت میبری که تو این جاده آسفالت قدم بزنی. بعد جالبه این طراحی این جاده یه جوریه، الان خب شاید تو دوربین مشخص نباشه، یه شیبی به سمت راست جاده داره، هیچ وقت آب در اینجا نمیفته که شما توی چاله آب بیفته، این آب همیشه از اینجا رد میشه یا حتی برف که بیا برف اینجا باقی نمیمونه، سر میخوره به سمت راست که حاشیه جنگل و سبززار و اینجور چیزا هست میره. خب بچه‌ها، اونایی که آمازون کار میکنن، نه اینکه کارمندش باشن، سفارش میدن، آمازون وسایل سفارش میدن، حتما تا الان با یه مشکلی برخورد کردن با به نام پست یا خود کارمندای آمازون که بسته رو حمل میکنن. یه وقتایی میان تو خونه نیستید، شما زنگ میزنن نیستید، بسته‌تون برگشت میخوره، یا اینکه شما مجبورید یه وقت به همسایه کنار دستیتون بسپرید، کسی رو ندارید، یا مجبورید برید یه وقت حتی صندوق پستی برای خودتون بگیرید که به اونجا بسپرید، یا کسانی هستن که هنوز در آلمان تو محل اقامت مشخصی هنوز ندارن به اون صورت، یا یه محل اقامت اشتراکی دارن و دوست ندارن بسته پستشون رو به تحویل بگیرن. یکی از بهترین آپشنایی که در حال حاضر موجوده برای شرکت آمازونه که محل‌هایی رو در پمپ بنزین تعبیه کرده. شما حتما تو اکانت آمازونتون می‌بینید، میتونید یکی از اون محل‌ها اینجاست، شما میتونید آدرستون رو در واقع به جای آدرس پستی خودتون محل تحویل بسته‌تون رو یکی از این ایستگاه‌های آمازون که اکثر پمپ بنزین ها وجود داره اونجا قرار بدید که در ساعتی که قراره براتون بسته بیاد یه بارکد براتون میاد که میتونید با اون بارکد بیان اینجا بگیرید این دستگاه و بسته رو تحویل بگیرید. و یکی از مهمترین چیزها تریکش هم هست، در بیشتر مواقع بسته‌های آمازون شما باید یه هزینه حمل 3 خورده یورو معمولا پرداخت بکنید. اگر در این ایستگاه‌ها تحویل بگیریم معمولا اون هزینه بسته پستی هم بهتون نمیخوره، این هم به نفعتون میشه.